خدا. موضوع این ارائه درباره یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه سلامت هست، شرکت کاردینال هلث که در جایگاه 25 فهرست فورچون قرار داره. قسمت اول ارائه مربوط است به معرفی سازمان، در ادامه بررسی محصولات و خدمات رو داریم و در نهایت نقش مهمش در زنجیره تأمین سلامت. کاردینال هلث یک شرکت بین‌المللیه که در حوزه محصولات و خدمات درمانی فعالیت میکنه. دفتر اصلیش در ایالت اوهایو امریکاست و توی بیشتر از 45 تا کشور فعال با حدود 57,000 کارمند در سطح جهانی فعالیت داره و شبکه خدمات رسانیش هم شامل بخش بزرگی از بازارهای جهانیه و حدود 75% بیمارستان‌ها و سیستم‌های مراقبت سلامت یکپارچه در ایالات متحده. تأسیس شرکت برمیگرده به سال 1971 که اون ابتدا فعالیتش در حوزه مواد غذایی بوده و در سال 1979 ورود کرده به حوزه توزیع اقلام دارویی و در سال 1983 هم وارد بورس شده. تغییر نام شرکت به نام فعلیش تو سال 1994 اتفاق افتاده و در سال 2009 در راستای حالا افزایش تمرکز شرکت توی بحث توزیع، بخش تولید تجهیزات پزشکی شرکت به نام کرفیوژن از شرکت مستقل شده و بین سالهای 2015 تا 2024 هم کاردینال هلث با یه سری خریدهای استراتژیک مثل شرکت‌های مدترونیک و ADSG تونست تبدیل بشه به یکی از رهبران حوزه سلامت در دنیا. در حوزه عملکرد مالی هم کاردینال هلث وضعیت خوبی در بازار داره و از ابتدای سال 2025 درآمدش بیشتر از 220 میلیارد دلار بوده، با وجود یه سری چالش‌هایی مثل نوسانات بازار و یه مواردی مثل پرونده‌های حقوقی تونسته جایگاهش رو در بین 30 شرکت برتر فهرست فورچون حفظ بکنه. در رابطه با ساختار سازمانی و بحث رهبری سازمان، مایکل کافمن مدیر عامل فعلی شرکت از سال 2018 مسئولیت سازمان رو بر عهده داره که تونسته با ساختاردهی مشخص‌تر جایگاه سازمان رو به لحاظ رشد استراتژیک ارتقا بده. کاردینال هلث به طور کلی سه حوزه فعالیت اصلی داره: بخش دارویی، بخش تجهیزات پزشکی و بخش خدمات تخصصی. بخش دارویی که مهمترین بخش فعالیت شرکت محسوب میشه، در حوزه توزیع اقلام دارویی کار میکنه، از داروهای ژنریک گرفته تا داروهای تخصصی و محصولات پلاسما و همینطور این شرکت بزرگترین شبکه رادیو داروخونه رو داره در ایالات متحده که داروهاش برای تصویربرداری و تشخیص و درمان یه سری بیماری‌های خاصی مثل سرطان استفاده میشه. در بخش محصولات پزشکی هم کاردینال هلث تامین کننده لوازم مصرفی بیمارستان هاست، مثل گان، دستکش و یه سری لوازم و تجهیزات کنترل عفونت که خب کیفیتشون تاثیر مستقیمی داره بر سلامت بیماران و سلامت کادر درمان. در بخش خدمات تخصصی، اولین حوزه‌ای که کاردینال هلث روش کار میکنه داروهای هسته‌ایه که توی تشخیص و درمان بیماری‌های خاص استفاده میشه و از نظر شرایط نگهداری باید خیلی دقیق مدیریت بشن. دومین حوزه این بخش ات هوم سولوشنز هست، همون خدمات درمان در خونه که بعد از خرید شرکت ADSG خیلی گسترش پیدا کرد و بیشتر تمرکز داره روی این که بیاد تجهیزات مورد نیاز افرادی رو تامین بکنه که حتی خارج از محیط‌های درمانی و حین انجام فعالیت‌های روزمره نیاز به مراقبت دارن. حوزه سوم هم خدمات مدیریتی اورولوژیه که شرکت با خریدن بخش بزرگی از شرکت سولاریس هلث وارد این حوزه شد. تو این قسمت هم شرکت بیشتر متمرکز هست بر پشتیبانی خدمات درمانی تخصصی و کمک میکنه که مراکز درمانی اورولوژی خدمات بهتری به بیماران ارائه بدن. شرکت حالا از این جهت که بتونه زنجیره تأمین کارآمدتری داشته باشه و کیفیت خدماتش رو بتونه بالاتر ببره، اومده یک سری نوآوری‌هایی در حوزه خدمات و محصولاتش ایجاد کرده. اولین موردش راه‌حل‌های کاستومایز هست، یعنی بسته به نیاز هر مرکز درمانی اومده خدمات و محصولات رو طوری طراحی کرده که با شرایط درمانی اون مجموعه هماهنگ باشن و اینکه بتونن استفاده بهتر و بهینه‌تری از منابع داشته باشن.
مورد دوم محصولاتی هستند که از نظر بالینی کیفیت و ایمنیشون تایید شده. این محصولات کمک میکنن که هم اون استانداردهای درمانی رعایت بشن، همین که زنجیره تامین بهینه‌تر عمل بکنه و خطا و دوباره کاری هم به حداقل برسه. مورد سوم هم سرمایه گذاری هستش که شرکت در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین داشته که کمک میکنه اون پیشبینی نیاز بازار و مواردی مثل خرید دارو و مدیریت موجودی دقیق‌تر اتفاق بیفته. مورد بسیار مهم دیگه بحث زنجیره تامین هست. در واقع تمام خدماتی که شرکت داره ارائه میده برمیگرده به معماری زنجیره تامین و به معماری زنجیره تامین وابسته است. اولین بخش مهم خرید و تامین هست که شرکت داروها و اون تجهیزات و لوازم پزشکی رو از تولید کننده های مختلفی میاد تهیه میکنه و یه سری معیارهایی داره برای انتخاب تامین کننده، مثل کیفیت، مثل حسن شهرت اون تامین کننده در بازار و سابقه عملکردی که داره. بعد از تامین به بحث توزیع میرسیم که شرکت یه شبکه خیلی گسترده داره از انبارها و مراکز توزیع. مورد سوم هم بحث لوجستیک است که در حوزه سلامت اهمیت خیلی زیادی داره، یعنی اون مدیریت حمل و نقل، مسیرها، مدیریت زمانبندی ارسال و مخصوصا زنجیره تامین سرد که برای داروهای حساس خیلی حائز اهمیته، اینها رو تونسته خیلی خوب مدیریت بکنه. مورد آخر هم مدیریت موجودیه که شرکت اومده با استفاده از سری سیستم‌های پیشرفته و ابزارهایی مثل AI تعادل بین عرضه و تقاضا رو حفظ کرده و اون نکته مهم اینه که این 4 تا بخش کاملا به طور هماهنگ با هم دیگه کار میکنن که خب این هماهنگی باعث شده شرکت بتونه یه زنجیره تامین پایدار و یکپارچه داشته باشه. ساختار شبکه توزیع شرکت هم تحت نظارت و کنترل سیستم مرکزیه، یعنی مرکز توزیع مختلفی تو نقاط مختلف وجود دارن، اما نکته اینه که تمام مراکز از طریق سیستم‌های اطلاعاتی به هم وصلن که خیلی کمک میکنه به اینکه پاسخگویی سریع به نیاز بازار اتفاق بیفته. و شرکت اومده استفاده کرده از یه سری فناوری‌هایی مثل اتوماسیون انبار، سیستم‌های مدیریت موجودی و رهگیری لحظه‌ای سفارش‌ها که باعث شده شبکه توزیع سرعت و قابلیت اطمینان بالایی داشته باشه. در رابطه با استراتژی‌های تامین و خرید، هدف اصلی شرکت داشتن یک زنجیره تامین مقاوم و پایداره. برای تقویت این قضیه شرکت اومده یه سری مشارکت‌های استراتژیک ایجاد کرده و با تامین کننده‌های زیادی در سطح جهانی داره همکاری میکنه برای اینکه دسترسی به اقلام با کیفیت رو بتونه حفظ بکنه. از یه طرف هم تنوع تامین کننده‌ها کمک میکنه که یه سری ریسکایی مثل کمبود یا حالا اختلال در تامین مداوم کاهش پیدا بکنه. در زمینه مدیریت و بهینه‌سازی موجودی و تعادل عرضه و تقاضا، شرکت اومده استفاده کرده از یه سری مواردی مثل AI، ماشین لرنینگ و تحلیل داده و پیشبینی تقاضا برای اینکه سطح موجودی همیشه بهینه باشه و برای بحث تحویل به موقع و کنترل حالا داروهای حساس که نیاز به زنجیره تامین سرد دارن، اومده از سیستم‌های انبارداری پیشرفته استفاده کرده. بحث بعدی مربوط هست به چالش‌های زنجیره تامین در حوزه سلامت و راهکارهایی که شرکت برای حل اونها در پیش گرفته. یکی از اون چالش‌ها قوانین سختگیرانه و ایمنی محصولاته که شرکت اومده از طریق کنترل کیفیت مداوم و دقیق مدیریتش کرده. چالش بعدی بحث نوسانات بازار هست و بحران‌های جهانی که ممکنه باعث کمبود یا اختلال بشن که کاردینال هلس اومده با پیشبینی تقاضا و اون بحث تنوع تامین کننده ها و خب ذخایری که به عنوان یک شرکت توزیع کننده باید داشته باشه سعی کرده که زنجیره تامینش رو پایدار نگه داره. و در زمینه مسائل مهمی مثل سلامت عمومی و بحث بحران مواد مخدر و پایداری محیط زیست هم از طریق نظارت بیشتر دنبال این بوده که اثرات منفی فعالیت‌هاش رو بتونه کاهش بده. و در نهایت شرکت کاردینال هلس تونسته با ساختار مناسب با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و حالا همکاری که با شرکای استراتژیک داره یه زنجیره تامین یکپارچه و هماهنگ داشته باشه و کمک بکنه که خدمات و محصولات درمانی ایمن‌تر و کارآمدتر به دست افراد برسن.